در فصل زمستان اتاق کاری دیرکتور کتابخانه مرکزی ناحیه شهرستان به تالار خانه‌اش مبدل گردیده است. بر ضمن این کارمندان کتابخانه نیز در همین جا کار میکنند، زیرا این یگانه اتاقی است که در فصل زمستان گرم کرده می شود. حجره‌های دیگری کتابخانه سرد بوده بارانگذر است. باران‌های موسمی بهاری شیفت کتابخانه را خراب کرده است و تعمیر طلب می باشد. برای گذراندن دوره تیرماه زمستان سال‌های 2022-2023 ماموریت کتابخانه آمادگی دیده تنها یک حجره را با واسطه پیچ بخاری گرم میکند. سبب اساسی ما کوهسار هستیم که من این شمالو مول میشد، شمالو و من این آفتهای طبیعی مول شد امسال. برای همین و ما با فرش بومی همه چکیده و شد کمتر چیگم شما با کمتر تعمیر طلب شد. بارانگری شد، برای همین کمتر ما مول تلفات دیدیم. شمال برشته و کره اینجا 2012 تعمیر کرده بودیم همشه. زمیره یوسفووا 12 سال می شود که در کتابخانه مرکزی ناحیه شهرستان کار میکند. نوبسته از آنکه فصل زمستان در کتابخانه با مشکلی سپری می شود، از شرایط و امکانات کتابخانه قناعتمند است. او همراه 5 نفر کارمندان برای جلب خوانندگان به کتابخانه از تمام امکانات استفاده میبرد. در اینجا ما کارمندان اساساً در فصل زمستان از پیچکی بخاری که در یک اتاق کاری موجود می باشد استفاده میبریم. از اون سبب که در اینجا در این بنا با کتاب با واسطه های گرمایدهی تامین مجهز نمی باشد، ما کارمندان در این یک اتاق برای هم کارمندان هم خوانندگان شرایط مساعد فراهم آوردیم، زیرا که ناحیه ما ناحیه خنک به حساب می رود. اما تعداد خوانندگانی که به کتابخانه می بیایند خیلی زیاد می باشند. از سبب آنی که ما به آنها یک تالار رو تالاری کتاب هایی که در آنجا مطالعه میکنند، اون کتاب هایی که به دست داده نمی شود، برای آن ما این حجره رو برای آنها مجهز آماده نمودیم. موافق قاعده بی‌خطری از حادثه های سوختار در چنین کارخانه ها استفاده پیچ های گشودی علاوه محدود کرده شده است، لیکن در کتابخانه ناحیه شهرستان امکانات برای گرمایدهی طریق تجهیزات های بی‌خطر موجود نیست. دوام 4 ماه سردی کتابخانه را با واسطه انگشت و هیزم گرم میکنند. تعمیر برای 2022 7000 سومانی برای تعمیر جدا شده بود و این سیوم کوارتال با جدا شدگی گفته ما و کردیم اکنون سمیت تشکیل داده کدوم کتابخانه به چیز درکور از داخلی بیرونه تا داخلی درونه هر یک تاش به سمیت کرده ما حرکت کرده. در کتابخانه 2 تن 800 کیلوگرم انگیش و قریب 7 کیلومتر هیزم همخه جمع آوری کرده استودیو. گرمی دهنده های پر اقتداری که مثلا با واسطه هیزم گرم میشود، انگیش گرم میکنند، در این مورد هم این ضرر میبرد، چون که هیچ وقت با آتش فروزان نه در خود کتابخانه نه در اطراف آن گرم کردن کتابخانه ممکن نیست. موافقی تکنیکی به خطری کتابخانه باید مسئولان هر شهر و ناحیه واسطه های مثلا اصلا از طریق مثلا گرمی دهنده های برقی هم استفاده کردن. باید در نزد کتابخانه اگر مثل کتابخانه اصیلی باید یک علاهده یک مرکزی علاهده گرمیدهی باشد که به طریق مثلا خب تجهیزات خاص باید کرده شد. در نزد کتابخانه مثلا استفاده بردی یا در اطرافش یا در خود بنا استفاده بردنی خب واسطه های کفشیر کردن سورکه کاملا ممکن است. استفاده مثلا چیزهایی که آتش افکن هستند، آتش زا هستند ممکن است. شما چخیل مثلا در کتابخانه که همه وقت کاغذ است، در اونجا شما با انگشت موافق معیارهای مقرر شده حرارت هوای کتابخانه در فصل زمستان باید از 18 تا 24 درجه گرم باشد، زیرا برای نگهداری کتابها حرارت بلند و پست نیز تاثیررسان است. وضع در کتابخانه ولایتی به نام تاشخوجه اسیری ولایتی سوخت خیلی بهتر است. از جمله شرایط مطالعه موافق معیارها مهیا کرده شده است. تالار خانه‌اش و حجره کاری با واسطه تجهیزات‌های گرمی پرقوت گرم کرده می‌شود. تالار کتابخانه نیز پر از آدم است. در کتابخانه ولایتی عمومی به نام تاشخوجه اسیری قریب تمام تالارهای کتابخانه با گرمیدهنده های برقی گرم کرده می‌شوند. از آن جمله در این تالاری که هم شعبه خدمت رسانی هم تالار فروغ سوی دانایی کتاب است نام دارد و ما و شما قرار گرفتیم
бисёр мӯътадил аст. ҳамин гармӣ дар толори матбуоти даврӣ, дар шӯъбаи тиббӣ, шӯъбаи китобҳои хориҷӣ, дар шӯъбаи феҳристо, дар дигар шӯъбаҳо гармидиҳандаҳои пуриқтидор насб шуданд ва китобхона ба гузарондани зимистон, мавсими тирамоҳи зимистони солҳои 2022-2023 омода аст. ҳарчанд толори хониши асосӣ гарм аст, лек гармӣ дар толори хониши китобҳои бачагона дида намешавад. дар толори хунук китобдорон мунтазири хонандагон аст. дар бахши китобҳои бачагона низ 3 адад таҷҳизоти гармидиҳии барқӣ насб шудааст, вале масъулин аз сабаби самаранок истифода бурдани нерӯи барқ онҳоро хомӯш нигоҳ медоранд. мутаассифона дар ягон толор ҳароратсанҷе ки аз ҳолати сардӣ ва гармии коргоҳ иттилоъ медиҳад мушоҳида нашуд. мувофиқи маълумотҳои оморӣ дар вилояти Соғд 362 адад китобхонаҳои тобеи муассисаҳои фарҳангӣ фаъолият менамояд ки дар онҳо зиёда аз 2 миллион китоб маҳфуз аст. гузориши Фаррух Усмонов, Фараҳноз Набиева, Шӯҳрат Ҳомидов барои барномаи иттилоотии Навид.